تقلب تو پاسور معلومه که میشه تقلب کرد. یه رازی تو دست کارت و ترتیباش هستش که فقط ما شعبده بازا میدونیم. میخوام بهت بگم تو بازی روزمره استفاده بکنی، بتره کنی همه جا. ببین یه دست کارت کاملا برخورده رو برمی‌داری، دقیقاً کاری که من میگم رو انجام میدی. ببین 3 تا کارت بر میزنی میذاری زیر، 5 تا کارت بر میزنی 1 2 3 4 5 میذاری زیر، یه دونه میزنی میذاری زیر و 8 تا در نهایت میزنی 1 2 3 4 5 6 7 8 تا که زدی گذاشتی زیر. معمولا میگن کپ هم آخرش میزنن دیگه، کپت هم میزنی. الان اگر این کارا رو کرده باشی، دست که پخش بکنی، میبینی یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده اینه که آماده سورپرایز باش. دست یارت 4 تا شاه رفته، دست خودت 4 تا آس اومده و دست حریفتون یه مش کارت چرت و پرت میادش. اگر حال کردی با این ویدیو، حتما همین الان فالو رو بزن، تو پیجم کلی بهت از اینجور شعبده ها و تقلب‌ها و اینا یاد میدم. ویدیو رو هم سیو بکن که گمش نکنی و عیناً مراحلی که من رفتم رو باید تکرار بکنی، دقیقاً همون عددا. دمتون گرم.